هر دوستی که کرد و پایین نکرد مقصد گپ که همون باید که دوستی میکنیم پگه با همون دوستیش خیانت میکنه او دا همون همسایه نه همون دشمنی خوبه که یه روز با دستگیرید میکنه. من میدونم که مثال دوست که وفا نکرد دشمن با گپی راست میزند مثال دوست نه برای میگن که دشمن شکروار گپ میزند دوست نه برای همین خیلی دوست که بی‌وفایی کرد و دیگه چیکار میکنه دشمن سازه یا دوستی که حقیقی که در برات وفا نکرد یعنی که در یکم جا دستگیری نکرد او هم دشمن بهای یعنی که در هر یک زینه که اگر همو دوست که خیانت کرد یعنی که یک چه میگن پیشبوی میگن همین خیل داد او همون دشمن با همین خیل هست که گاه دشمنی که هست همین کارو نمیکنن در وقت سختی ها در وقت اون چیزی که دشمن مقصد دوست و تو یاری نکرد کمک نکرد از وی در دشمنت باشد و بهتر از وی خوبتر است وقتی که آشنایی رفیقی دوستی میکنی باید که قلب دل باشد صادقانه باشد و قدر دیگر رسیدن اگر همین خیل نباشد در حقیقت درست است.